سلام بچه ها، من مونشاینم و دوباره برگشتم با یک اپیزود جدید از میتولوژی و همونطور که قولش رو داده بودم این قسمت قراره در مورد هرا باشه. هرا یا به قول رومی ها جونو، همسر وفادار زئوس بزرگ. و خب جالبه که بدونید قبل از اینکه همسر زئوس باشه خواهر زئوس بوده. اما چون خیلی خوشگل بود، زئوس تصمیم میگیره که با یک حیله به خواهرش هرا نزدیک بشه و باهاش رابطه برقرار کنه. حالا چجوری این اتفاق میفته براتون تعریف میکنم. تو چند تا اپیزود قبلی در مورد کرونوس و رئا براتون کامل توضیح داده بودم و گفته بودم که کرونوس و رئا پدر و مادر زئوس و بقیه خواهر و برادراش بودن. و همینطور گفته بودیم که اورانوس و گایا پیشگویی کرده بودن که فرزندشون کرونوس به دست یکی از بچه‌های خودش از قدرت برکنار میشه. برای همینم کرونوس همه بچه‌هاش رو زنده میخورد. بعدش همون موقع هم تعریف کردم که زئوس چجوری به کمک مادر و مادر بزرگش یعنی گایا تونست از دست پدرش قصر در بره و فرار کنه و زنده بمونه. اما خواهر دوقلوش یعنی هرا این اتفاق براش نیفتاد و توسط پدرش کرونوس زنده بلعیده شد. زئوس با یک پری خیلی زیبا به اسم متیس ازدواج میکنه و به کمک اون یک معجونی از جنس مس تهیه میکنه و اون رو به خورد پدرش کرونوس میده تا هرچی خواهر و برادر خورده بود رو بالا بیاره. هرا هم همونجا از معده پدرش خارج میشه و تصمیم میگیره که بقیه زندگیش رو خوش و خرم در یک جای خیلی دوردست و در یک کوهستان به اسم کوه تاج بگذرونه. هرا تو اون مدتی که در اون کوهستان زندگی میکرد تبدیل شد به یک دختر زیبا و جذاب و بالغ و آوازه زیبایی و جذابیتش به گوش برادر دوقلوش یعنی زئوس هم رسید. زئوس با متیس ازدواج کرده بود و خب زن داشت و تا اون موقع هم خواهر دوقلوش یعنی هرا رو ندیده بود و وقتی که آوازه زیبایی و جذابیتش به گوشش میرسه تصمیم میگیره که پاشو بره به جزیره اوبه تا از نزدیک ببینه که آیا خواهرش به اون زیبایی و لوندی که میگن هست یا نه. و خب اونجا متوجه میشه که واقعا هست و بعدش هم تصمیم میگیره که با یک حیله به هرا نزدیک بشه. از اونجایی که هرا الهه ازدواج، وفاداری و قدرت بود، زئوس میدونست که نمیتونه با هرا مثل بقیه دخترها یا بقیه پریها رفتار کنه و یک مدت باش خوش بگذرونه و بعد هم رهاش کنه و بره. برای همینم تصمیم میگیره که خودش رو تبدیل کنه به یک فاخته. اونم نه یک فاخته معمولی، یک فاخته سفید. و از اونجایی که خودش هم خدای خدایان بود و همه قدرت‌هایی که در کائنات وجود داشت در دستان زئوس بود، به طوفان میگه که کولاک بپا کنه. و اینطوری اطراف غاری که هرا درش زندگی میکرد پر از یخ و برف میشه. زئوس به شکل اون پرنده سفید میره در نزدیکی غار هرا و بین یخ و برفا میشینه و شروع میکنه به گریه کردن تا دل هرا براش بسوزه و بیاد و بغلش کنه. هرای داستان ما دلش برای فاخته کوچولو میسوزه و میره اونو بغل میگیره و به سینش فشار میده تا حسابی گرمش کنه و در همون لحظه فاخته سفید داستان ما تبدیل میشه به زئوس بزرگ با اون همه عظمت. زئوس به هرا میگه که اگه قبول کنی که همین الان با هم دیگه رابطه داشته باشی من بهت قول ازدواج میدم. و نه فقط یک ازدواج معمولی بلکه تو رو تبدیل میکنم به ملکه خدایان، یعنی بالاترین رتبه‌ای که یکی از همسران زئوس میتونست داشته باشه. و خب میبینیم که چقدر راحت متیس رو از یاد میبره. البته زئوس همونطور که قبلا هم براتون توضیح دادم خدای خیلی هوسبازی بود و با دخترها، پریها، خدایان و نیمه خدایان خیلی زیادی رابطه داشت و بچه‌های خیلی زیادی هم داشت و عملاً هیچ جوره به جونو یا همون هرا وفادار نبود. اما هرا با وجود حسادت‌های زیاد و داستان‌های خیلی زیادی که به خاطر همین هوسبازی‌های زئوس به وجود آورده بود، باز هم به زئوس خیلی وفادار بود و به جز زئوس به هیچ خدای دیگه‌ای حتی فکرم نمی‌کرد. از یه طرف انتخاب هرا کاملا هوشمندانه بود چون که همسر خدای خدایان محسوب میشد و خودش هم ملکه خدایان بود و خب چرا باید یه همچین چیز قشنگی رو خراب میکرد. بعد از ماجرایی که اون روز توی غار اتفاق افتاد، هرا و زئوس بلافاصله با همدیگه ازدواج کردن و رفتن به دورترین کرانه اقیانوس تا بتونن زندگی مشترکشون رو اونجا با همدیگه شروع کنن. گایا هم که مادر بزرگ جفتشون بود به عنوان هدیه عروسی بهشون چند تا سیب زرین داد. این سیب‌ها انقدر برای هرا با ارزش بودن که تصمیم میگیره ازشون یک باغ درست کنه در جایی در انتهای زمین و از ویژگی مهم این باغ این بود که بهار جاودان داشت.
یعنی هیچ وقت پاییزی نمیشد و همینطور 2 تا از دخترای اطلس هم از اون باغ نگهداری میکردن. خب تا اینجا گفتیم که زئوس با وجود علاقه خیلی زیادی که به هرا داشت اما به شدت هوسباز بود و هرا هم یک همسر به شدت حسود بود و هر موقع میدید که زئوس صاحب یک فرزند شده برای اون بچه و مادرش اتفاقات خیلی بدی رو به وجود می آورد. از جمله این بچه ها میتونیم به آتنا، آرتیمیس، آپولو و هرکول اشاره کنیم که مدام در سراسر زندگیشون مجبور بودن که با حسادت ها، کینه‌توزی ها و نقشه های هرا دست و پنجه نرم کنن. و خب حالا به نظرم وقتش رسیده که یکم در مورد بچه های خود هرا صحبت کنیم. هرا نه تنها با فرزندان شوهرش از زنهای دیگه مشکل داشت، گاهی اوقات با بچه های خودش هم دچار مشکل میشد. یه نمونه از این دشمنی ها رابطه خیلی بد هرا با اولین فرزندش یعنی هفایستوس بود. هفایستوس از اونجایی که موقع تولدش خیلی زشت بود و یکی از پاهاش هم لنگ بود مورد تنفر مادرش قرار میگیره و مادرش اون رو از بچگی رها میکنه، یه جورایی مثل کایران. برای همینم هفایستوس همیشه از مادرش یک کینه خیلی شدیدی به دل داشت و دلش میخواست هر طور شده زهرش رو به هرا بریزه. برای همینم یک تخت زرین برای مادرش هرا درست میکنه که هرا بعد از اینکه روی اون تخت نشست دیگه نتونه از روش بلند شه. توی شورت ویدیوها براتون کامل توضیح دادم که چه شرطی میذاره برای هرا که بتونه خودش رو از اون تخت نجات بده. حتما ببینیدش. به جز هفایستوس، آرس یا مارس هم فرزند زئوس و هرا بود، خدای جنگ و درگیری و نزاع. زئوس و هرا به جز این 2 تا پسر 2 تا دختر هم داشتن به نام‌های هبه و ایلیسیا، اما این 2 تا دختر به اندازه برادرشون داخل میتولوژی یونان باستان و همینطور روم باستان مشهور نشدن. هرا در بخش‌های مختلف میتولوژی با 4 تا نماد نشون داده میشه که اولیشون انار هست، چون که یونانی‌ها انار رو مظهر عشق و رابطه جنسی و همینطور باروری میدونن. و نماد بعدی هم تاج هست و خب دلیلش کاملا مشخصه، چون که باید نماد ملکه خدایان باشه. سومین نماد یک عصای جواهر نشان هست که عکس یک فاخته سفید روش قرار گرفته. و خب من و شما الان میدونیم که دلیل وجود اون فاخته سفید دقیقاً چیه. و خب میرسیم به آخرین نماد و اون هم چیزی نیست جز سوسن و لاله مردابی، چون که این 2 تا گل‌های مورد علاقه هرا بودن، ازشون به عنوان نمادهای خود هرا هم استفاده میشه. و خب این بود از یک ویدیوی خیلی خلاصه و کوتاه در مورد هرا یا همون جونو، ملکه خدایان یونان و روم باستان، همسر وفادار زئوس یا همون ژوپیتر. جالبه بدونید که ماه ژوئن یا ماه جون رو مربوط به هرا میدونن و یونانی‌ها اعتقاد دارن که این ماه به جونو تعلق داره. دیگه فکر نکنم لازم باشه که منشن کنم که شورت ویدیوها رو هم از دست ندین، چون کلی نکته‌های تکمیلی و چیزای جالب داخل شورت ویدیوها میذارم، پس حتما ببینیدشون. و اینکه لایک و ساب هم فراموشتون نشه و تا ویدیوی بعدی فعلا.